من میخوام یه کابلی بزنم که تو از ماهواره استفاده کنی برای بازی که بعد میبره این بلا رو سرش میاره. این همون شب اینو کشته. توی یه جمعه معمولی تو هوای داغ مرداد ماه 1404 ایلیا ذات حسین گم شده تا اینکه کمتر از 2 روز بعدش خبر پیدا شدن جسد ایلیا آوار شد رو سر همه. اما صبر کنید، این تازه اول ماجرا بود. وقتی مشخص شد علت مرگ چی بوده زبون همه بند اومده بود. ایست قلبی، حینه تعرض وحشیانه. هی رفقا، احوالتون چطوره؟ من عارفه هستم و به یکی دیگه از پرونده های بیشتر عصبانی بشید، چون متاسفانه قربانی این پرونده یک کودکه. برای بررسی کامل این پرونده تا انتها با ما همراه باشید و به اون پسر کم سن و سال تعرض میکنه و در آخر هم وقتی کارش با بچه تموم میشه با دستاش انقدر گلوی بچه رو فشار میده تا اینکه ایلیا خفه میشه و جون میده. و برای اینکه کسی از ماجرا بویی نبره جسد ایلیا رو میبره دور از چشم همه، توی یه جای پرتی از ماشین پرت میکنه بیرون تا از شر جسدش هم خلاص بشه. وقتی پیکر بیجون ایلیا پیدا شده بود هوا خیلی گرم بود و این باعث شده بود که جسد باد کنه. از روی خشم و بیرحمی و خشونت و یا حتی میتونسته فیتیش داشته باشه اونو قشنگ مورد ضرب و شتم قرار داده، یعنی استخوان‌های دست و پای ایلیا رو شکونده باشه.